باور بکنی اینطوری شده. خداوند اون عظمتش میگه بابا ما رو تحویل بگیرید. میگه شرابخوار میگه ما رو تحویل بگیرید. توبه بکن بابا. به یک حجاب میگه بابا بسته بابا. به یک رباخوار مسلمان میگه بسته بابا، به حلال من قانع نشدی. بسه در به در دنبال بندگانشه. ما باید التماس خدا بکنیم ما رو تحویل بگیر. یه بار دیگه قدم عفو بکش. الله در به در. فرشته میخواد گناهان بنویسه، اون یکی خواهش میکنه دیگه نیم ساعت صبر کن الان توبه میکنه، من میشناسمش، این گولش زدن، این فلان کرده، من این آدم خوبیه، فریب خورده، الان توبه میکنه. شما یکی به تحمل بکنید الان توبه میکنه. سبحان الله.